یک شهروند تاجیکستان در آلمان به مبلغ گذاری داعش متهم شد. مقامات دولتی کشورهای روسیه، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان سازشنامه‌های بین حکومتی درباره مهاجرت تهیه می‌کنند. 12 مهاجری پدر خوانده شده به کودکان روس را از روسیه اخراج و مادران کودکان را به جوابگری جنایی کشیدند. یک مهاجر تاجیک در روسیه با اتهام قصد جنگ از جانب اوکراین علیه روسیه بازداشت و استرداد شد. دادستان کلی هامبورگ پایتخت ایالت فدرالی هامبورگ در آلمان یک زاده 29 ساله تاجیکستان را به مبلغ گذاری فعالیت گروه تروریستی دولت اسلامی متهم کرده است. دادستان هامبورگ گفته است که وی به کمک مالی به اعضای داعش در زندان سوریه و عراق متهم می شود. نام زاده تاجیکستان در خبر ذکر نشده است. تنها گفته می شود که او از اول سال 2020 به اعضای داعش که در سوریه و عراق بازداشت شده اند و همچنین با دیگر دانارهایی که به اعضای سازمان تروریستی و افراطی کمک رسانیده اند در تماس بوده است. به نوشته نشریه محلی آلمانی هامبورگر آمبندبلات، هدف این زاده تاجیکستان پشتیبانی و کمک به بیوه زنان و یتیمان اعضای کشته شده داعش و همچنین زنان محبوس در زندانهای سوریه و عراق بوده است. مقامات تاجیکستان تا حال این پیام را شرح نداده اند. به نوشته نشریه، این جوان در ایالت فدرالی مکلنبورگ فورپومن زندگی می کرده است و به حبس گرفته نشده است، زیرا در آلمان تا اعتبار قانونی پیدا کردن قرار دادگاه در این مورد احتمال بیگناهی تطبیق می شود. اگر گناه این زاده تاجیکستان ثابت شود، طوری که گامبورگر آمبندبلات تاکید میکند، به او 10 سال زندان تهدید میکند. یادآور میشیم که دادگاه دیوسلدورف در سال 2022 5 جوان تاجیک را برای همکاری با گروه تروریستی داعش و طرحریزی حمله های تروریستی در این کشور به مهلت‌های از 3 سال و 8 ماه تا 9.5 سال زندان محکوم کرده بود. مقامات دولتی کشورهای روسیه، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان سازشنامه‌های بین حکومتی درباره مهاجرت تهیه می‌کنند. گفته می‌شود با تهیه و امضای سازشنامه این کشورها می‌خواهند بدوباش و مهاجرتی کشورهای عضو این سازشنامه را ساده‌تر کنند. آلتینای آموربیکووا، دیرکتور دپارتمنت مهاجرت مهنتی و حفظ اجتماعی کمیسیون اقتصادی اوراسیا به خبرگزاری کمرسان گفته است که برای آدمانی که به کار به خصوص به روسیه می روند یک نوع آمادگی پیش از سفر صورت بگیرد. قبلا دیرکتور دپارتمنت سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل وزارت کارهای خارجی روسیه الکساندر سترنیک خبر داده بود که روسیه نیت دارد در سال 2023 سازشنامه مهاجرت را امضا کند. به گفته او در قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برای افتتاح مرکزهای آموزشی پیش از مهاجرت کارها ادامه دارند. قرار است در مرکزها به خواهشمندان وارد شدن به روسیه مجموعی خدمت‌ها از جمله ثبت نام پیشنهاد کرده می شود. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی و خدمات فدرالی امنیتی فدراسیون روسیه که فین اکسپرتیز تحلیل کرده است، در سال 2022 به روسیه 3,470,000 شهروند خارجی وارد شده اند. از آن جمله از ازبکستان 377,000، از تاجیکستان 336,000 و از قرقیزستان 84,000 نفر وارد شده اند. دادگاه ناحیه پیستاوسکی ولایت تیر در رابطه به پرونده جنایی علیه 4 ساکن این ناحیه که زنهای از 26 تا 45 ساله بودند با جرم تشکیل بدوباش غیرقانونی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه حکم صادر کرد. دادگاه یکی از این زنها را به 4.5 سال محرومیت از آزادی، نفر دومی را به 4 سال و 2 شریک دیگرشان را به 3 سالی از آزادی محکوم کرد. در این باره پایگاه اطلاعاتی MK.ru خبر می‌دهد. به اطلاع منبع خبر، جنایتکاران از ماه می تا آگوست سال 2021 برای فرزندان خردسال خود 12 شهروند خارجی جمهوری ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان را همچون پدرخواند ثبت کرده اند. برای این کارشان زنان هر دفعه از 8 تا 50,000 روبل از مردان مهاجر می گرفتند. مبلغ عمومی مزد کاری آنها قریب 100,000 روبل را تشکیل داده است. به دنبال به برخی از خارجیان مؤثر شده است که اجازه اقامت بگیرند. اکنون این مهاجران پدرخواندهای 12 کودک روس را برابر برهم داده شدن اجازه اقامت دائمیشان استرداد تهدید می کند.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه FSB از دستگیر کردن یک مهاجر تاجیک در مسکو خبر داد که قصد داشته است در حیات نیروهای مسلح اوکراین به گروه توران بپیوندد و علیه روسیه جنگ کند. گفته می شود که این مهاجر قبلا در زادگاهش خدمتی حربی را به حیث تیرانداز ادا کرده است. هنگامی بازپرسی او اقرار شده است که در اینترنت به او پیشنهاد شده است که به جز اتمهای نظامی اوکراین همراه شود. بر اساس ماده 359 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه زرخریدی به این مهاجر هشدار داده شد که جنایتی را که میتواند به امنیت روسیه تهدید کند صادر نکند. این مهاجر از روسیه اخراج شده، ورودش به روسیه را منع کرده‌اند. Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москвы и Московской области располагает сведениями о том, что в октябре 2022 года высказал намерение выехать на территорию Украины для участия в военных действиях против вооруженных сил Российской Федерации с целью получения денежного вознаграждения. Указанные действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации «Наемничество». На основании изложенного, в соответствии с пунктом Г.2 части 1 статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона от 3 апреля 1995 года номер 40 ФЗ о Федеральной службе безопасности в целях предупреждения совершения преступления 8 объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вам все понятно? Да, понятно. در همین حال در شرح این خبر کاربران این اتهام را ساخته و بافته خودی مقامات FSB روسیه دانسته گفتند که اگر این مهاجر میخواست به اوکراین رفته علیه روسیه جنگ کند، راههای دیگری رسیدن به اوکراین را انتخاب میکرد و به روسیه نمی آمد.